بریم ببینیم این برند دلبر استیل لادر امسال تو پک کریسمسش چی گذاشته؟ چون من هیچ موقع نمیام $652 پول این همه محصول بدم. وای میستم کریسمس $90 میدم همشون رو یه جا با هم میخرم. اول از همه بگم برند مورد علاقه من، اما نه تو همه چی، تو بعضی از محصولاتش، مخصوصا کیفایی که داره. اول از همه عاشق کیفاشم. بریم دنبال قسمت هیجان انگیز ماجرا. باز کردنه؟ ای وای خوشگلیام ریخته. بذارشون سر جوش خراب نشن. اول قضیه یه کرم کلینزر، دومیش ادوانس نایت ریپیر، سومی کرم چش جذابش با قدرت بی‌نظیرش، چهارمی یه آیتم جدیدی که پارسال داده فقط برای پشت دست استفاده میکنی. بعدیش برای جوانسازی پوست بالای 35 سال عزیزم، بالای 35 سال. یه دونه از این خوشگلیا و از این خوشگلا و یه دونه امسال خوشگل جذاب دیگه گذاشته که مطمئنم با یکی از اینا حتما مچه. بریم قسمت بعدی. برم ببینم این برای کیف چی میتونه باشه. چی؟ 2 نامه از استلاده. نمیخوام، نامه نمیخوام. مثل اینکه یه چیزایی رو اینجا گذاشته. خیلی به طور اسنیکی. محبوب دل من از این برند یه رژگونه جدید که تا حالا استلاده رژگونه اینجوری نداشته. امسال سال اولشه. و بهترین قسمت قضیه این کیف که هر سال منو دیوونه میکنه سایه های بی‌نظیرشه. به نظرتون ارزش داره هر سال صبر بکنم تا کریسمس بشه $90 بدم و این همه محصول با هم یه جا از برند مورد علاقم داشته باشم؟